سلام دوستان، خوش اومدید به پارت اول کتاب پدر پولدار پدر بی پول اثر رابرت کیوساکی. آیا سیستم آموزشی مدرسه کودکان را برای دنیای واقعی آماده می کند؟ پدر و مادرم همیشه میگفتن سخت تلاش کنید و نمرات عالی بگیرید تا بتونید شغلی مناسب پیدا کنید. هدف آنها برای زندگی من و خواهر بزرگترم همین بود که بتونیم با تحصیلات عالی دانشگاهی بهترین شانس را برای موفقیت در زندگی داشته باشیم. هنگامی که در نهایت تونستم دیپلم رو در سال 1976 در رشته حسابداری دانشگاه ایالتی فلوریدا به دست بیارم، والدینم دریافتن که تونستن به اهدافشون برسن و این موفقیت دستاورد مهم زندگی اونها بود. طبق طرح جامعی که در آن زمان برپا بود، تونستم در یک شرکت حسابداری به نام بیگ 8 استخدام شدم و در همان سنین اولیه انتظار داشتم کاری حرفه‌ای و طولانی همراه با بازنشستگی داشته باشم. شوهرم مایکل مسیر مشابهی رو دنبال کرده بود و هر دو از خانواده‌ای بودیم که به کار سخت و تلاش زیاد معتقد بودند. او همچنین با افتخار فارغ التحصیل شد. بعد بگم اون تونست 2 بار این افتخار رو کسب کنه. یه بار به عنوان مهندس و سپس از مدرسه حقوق. او به سرعت به عنوان یک مدیر معتبر در واشنگتن برای شرکتی حقوقی در حیطه کاری ثبت اختراع استخدام شد و به نظر می رسید آینده روشنی داشته باشه. مسیر شغلی او به خوبی تعریف شده بود و بازنشستگی زود هنگامش تضمین شده به حساب می اومد. اگرچه ما در حرفه‌های خود موفق بودیم، اما به اندازه‌ای که انتظار داشتیم موضوع خوب پیش نمی رفت و به همین دلیل موقعیت‌هایمون رو چندین بار تغییر دادیم و مجبور شدیم که بازنشستگی رو فعلا عقب بندازیم. من و مایکل با یک ازدواج فوق‌العاده صاحب 3 فرزند شدیم و هنگامی که من این مطلب رو می‌نویسم 2 نفر از اونها در کالج مشغول تحصیلند و دیگری در دبیرستان آموزشش رو فرا می‌گیره. زحمت بسیاری کشیدیم تا اطمینان حاصل کنیم فرزندانمون در بهترین شرایط به تحصیل می‌پردازند. روزی در سال 1996 یکی از فرزندانم در حالتی که از مدرسه خسته شده بود به خانه بازگشت و کاملا از محیط اونجا و تحصیل خسته شده بود. به همین دلیل شروع به اعتراض کرد. چرا باید وقت خودم رو برای مطالعه موضوعاتی که هرگز در زندگی از اون استفاده نمی‌کنم تلف کنم؟ من نیز بدون مکث پاسخ دادم برای اینکه اگه نتونی در این درس نمره خوبی بگیری، در نتیجه از کالج و دانشگاه هم خبری نیست. او گفت اما من میخوام بدون اینکه به کالج برم ثروتمند شم و اگه وقتمو برای کالج نیز تلف کنم دیگه شغل خوبی به دست نمیارم. با یک نگرانی مادرانه پاسخ دادم اما اگه شغل خوبی نداشته باشی چطور میخوای ثروتمند بشی؟ پسرم از این صحبت عصبانی شد و سرش رو با ناامیدی تکون داد. این بحث تازگی نداشت و قبلا هم چندین بار در این مورد با هم صحبت کرده بودیم. پسرم انگار از صحبتایم خورد شده بود، اما او همیشه برای من یه فرد جوان و قابل احترامه و میتونه با هوش زیادش به قدرت دست بیاره و موفق بشه. ببین مامان، نگاه کن، افراد ثروتمند زیادی هستن که به خاطر تحصیل ثروتمند نشدن. نگاهی به مایکل جردن و مدونا بنداز. حتی بیل گیتس، او حتی از دانشگاه هاروارد هم اخراج شد اما تونست مایکروسافت رو تأسیس کنه و اکنون ثروتمندترین مرد آمریکا به حساب میاد. او هنوزم به 30 سالگی نرسیده. یک بازیکن بیسبال نیز میشناسم که سالانه درآمدی 4 میلیون دلار داره. اونم اصلا به مدرسه و دانشگاه نرفته و همه اونو ذهنی به چالش کشیده میشناسن. سکوتی طولانی فضا رو در بر گرفت و سپس سعی کردم توصیه هایی که پدر و مادرم به من داده بودند به او بدم. اما دنیای اطراف ما بسیار تغییر کرده و توصیه های دیروز مانند امروز نیستن. آموزش خوب و کسب رتبه های عالی دیگه نمیتونن موفقیت رو تضمین کنن و انگار دیگه کمتر کسی به اونا توجه داره. حتی فرزندان ما نیز این گونه بودن. پسرم ادامه داد من نمیخوام مانند شما و پدر سخت کار کنم و اگه بخوام مانند شما موفق باشم باید سختی بیشتری در این مسیر تحمل کنم، زیرا امروزه دیگه امنیت شغلی وجود نداره و همچنین حقوقا بسیار کمتر شدن. اصلا در این باره میدونی فارغ التحصیلان امروزه درآمد بسیار کمتری نسبت به شما در گذشته دارن. با این شرایط اصلا نمیتونم به حقوق اجتماعی یا بازنشستگی شرکت‌ها اعتماد کنم. من نیاز به پاسخ بهتری دارم. حق با او بود. او نیاز داشت که پاسخ قاطع‌تری بشنوه و همچنین توصیه‌های من و والدینم ممکنه برای افراد متولد قبل 1945 باشه. شاید برای افرادی که در این عصر و در دنیایی که به سرعت در حال رشد و پیشرفت فاجعه بار باشه. شاید دیگه نتونم به سادگی به فرزندانم بگم
به مدرسه برید، نمرات خوب بگیرید و برای پیدا کردن یک کار مناسب با اطمینان نگاه کنید. مجبور بودم که روش‌های تازه‌ای برای راهنمایی فرزندانم فرا بگیرم. به عنوان یک مادر و یک حسابدار نگران آموزش‌های مالی بودم که در مدرسه به فرزندان میدادم، چون که بسیاری از جوانان بدون اون که آموزشی از نظر پس‌انداز کسب کنند، کارت‌های اعتباری گوناگونی از مدرسه دریافت می‌کنند و فقط به خرج کردنشون می‌پردازند. به راحتی میتونم بگم که سواد مالی و آگاهی برای نحوه استفاده کردن از پول عامل بسیار مهمی برای آینده فرزندانمونه که اصلا از این منظر آماده نیستن و نمیدونن که چه دنیایی در آینده منتظرشونه. دنیایی که موفقیت تماما بر روی پس‌انداز تاکید میکنه. وقتی که بزرگترین فرزندم به عنوان یک دانشجوی تازه کار در دانشکده ثبت نام شد، نه تنها در استفاده نکردن از کارت‌های اعتباری به اون کمک کردم، بلکه در زمینه مسائل مالی هر روز به اون آموزش میدادم که بتونه با پولاش استفاده بهتری بکنه. 1 سال بعد از این اتفاقات شوهرم منو به اتاق کارش فراخوند و گفت شخصی رو میشناسم که بهتره با او ملاقات داشته باشی. نام او رابرت کیوساکیه. او تاجر سرمایه‌گذار قویه که برای ثبت اختراع یک محصول آموزشی درخواست فرستاده که فکر میکنم دقیقاً همون چیزی باشه که دنبالش هستیم. بله، دقیقاً من نیز دنبال همین بودم. من و شوهرم مایک شدیداً تحت تاثیر شیوه کشفالو قرار گرفتیم. محصولی جدید که رابرت کیوساکی در حال توسعه آن بود و به این دلیل برای ما تست‌های آموزشی فرستاده بود و از اونجا که بیشتر شبیه به یک بازی آموزشی بود، از دختر 19 سالم درخواست کردم که همراه با 15 نفر دیگه که قرار بود در این آموزش شرکت کنن نیز حضور داشته باشه و او که یک دانشجوی تازه وارد در دانشگاه به حساب می اومد با درخواستم موافقت کرد. مایک درست میگفت. این بسته آموزشی دقیقاً همون محصولی بود که به دنبالش بودم. بسته آموزشی که به یک بازی مارپیچ شبیه بود که بتونید موش رو از این مسابقه بیرون بیارید. رابرت سپس در مورد این بازی که اون رو رت ریس یا مسابقه موش ها نامگذاری کرده بود برای ما توضیح داد. خیلی ممنونم که تا اینجای کار گوش کردید. امیدوارم لذت برده باشید. شب و روز عالی داشته باشید. خدا یار نگهدارتون.